السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. با ما چندین بار سوال آمد که حکم شب برات را و عملهایی که در این شب کرده می شود به ما بیان نمایید. بارک الله فیکم. اولا مختصرا به شما بیان میکنیم که شب برات بدعت است و این چنین شب در شریعت اسلام وجود ندارد که نام شب برات باشد و در این شب عبادت های مخصوصی کرده شود. البته این چنین عمل این بدعت است. یعنی ماه شعبان فضیلتش فقط در روزش در عبادت کردن و بخصوص روزه داشتن است. چه که از مادرمان عایشه رضی الله عنها با سند صحیح روایت شده است که محدثین روایت میکنند که ما رأیت النبی صلی الله علیه و سلم اکثر صیاما، یعنی من رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیدم که بسیارتر روزه بگیرد مگرم در ماه شعبان، الا فی شعبان. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان زیادتر روزه میگرفتند. و حضرت مادرمان عایشه رضی الله عنها از خودشان نقل میکنند و میگن که ما زنها در ماه رمضان اگر حیض بشویم، کسلی ماهانه‌ای که زنها میشود، روزه قضاگی رو در ماه شعبان میداشتیم. یعنی در ماه شعبان در آخر ماه می آمدند و قضای روزه را می داشتند و با همین خود را آماده می کردند. پس فضیلت این ماه چیست؟ فضیلت این ماه این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این ماه زیاد روزه می گرفتند. پس روزه می گیریم، ذکر و دعا میکنیم، آمادگی به ماه مبارک رمضان میشیم. اما شب براتی که بعضی ها میگن 100 رکعت نماز خواندن، ذکر و دعا کردن و تسبیح کردن و بعضی از عبادت ها و ذکرهای خاصی که در این شب از رکعت های معین، این همه بدعت است و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ ثابت نشده است که رسول الله در یکی از بین ماه مبارکی، یعنی بگیم در ماه شعبان، در بینش گو یک شب زنده داری و 100 رکعت نماز و غیره کرده باشند. نه، این چنین چیزی نیست. و بعد از این به حیات صحابگان رضی الله عنهم می نگریم که کم نبودند. هزارها صحابه از علما، فقها، مفسرین، اصل این امت که از همونها فهمیده می شود، صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ این چنین خبری نداده اند و از اونها هیچ روایت نشده است که در بین وسط شعبان یک شب را همچون شب برات اختیار کرده، یا که براعت میگن، براعت من النار، یا که برات یا برکت و غیره اختیار کرده، این شب را مخصوص با عبادت‌های مخصوص به مانند رکعت‌های معین نماز، ذکرهای معین و غیره زنده داری کرده باشند. و این چون از علما و فقها این چیز نیست. و البته علما بعد از این حکم را بیان کردند که وقتی که یک عملی که رسول الله نکردند، صحابگان نکردند، از تابعین روایت نیست، پس این چیز با وجود آوردنش بدعت است. بارک الله فیکم. پس پایبندی قرآن و سنت به فهم سلف امت باشید، پایبندی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشید، به ذکر دعا مشغول باشید. این ماه رو زیادتر روزه بگیرید، نه همش رو بلکه اکثرش رو روزه بگیرید. و در آخر این ماه، البته آخری روزهای این ماه رو روزه نمیگیرید، آخری روزهای این ماه رو روزه نمیگیرید، برای اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من کردند که پیش از ماه رمضان یک روز دو روز برای احتیاط روزه گرفته شد. از همین خاطر روزه گرفته نمیشه آخر ماه رمضان، آخر ماه شعبان پیش از رمضان. و بعد از این ماه رمضان البته معروف است که به خودش احکام خاص دارد. بارک الله فیکم، حیاکم الله و بیاکم.